برای بررسی این هویه خفن که بهتون بگم ارزش خرید داره یا نه. در مرحله اول بهتون بگم که همه جا با یه بسته‌بندی خاص براتون ارسال میشه چون جنس چینیه. بعضیا با کارتون، بعضیا هم با همین باکسی که دارین تو دست من میبینید دیگه. من اینجوریشو خریدم. اینجا قیمتیشم از 700 تا 900 اگه بخوام خیلی فروش کنن دیگه میدن 1 تومن. میخوام بهت بگم که ارزش خرید داره یا نه. پس آخر ویدیو هم بمون چون قراره کلی تست ازش بگیریم. اولین چیزی که دنگ میکوبه تو صورتت این دیمرشه که میتونی تنظیم دما داشته باشی باهاش که این یه نکته به شدت خوبه برای هویه سرامیکی. ادای دکمه ها رو گوش کن اصلا اوف. دری سیلیکونی که حس با کلاس بودن به آدم میده تا 500 درجه رو میتونه تحمل کنه. حالا خود هویه چند درجه است؟ تا 500 درجه میره. پس این عالیه. واقعا نمیخوام توش کنم ولی خب به شدت هویه خوش دست و باحالیه. روشنش نکردم ببینم سرامیک داره یا نه اصلا. یعنی چی گفتم؟ سرامیک یکی از بهترین المنتا تو هویه هاست. خب سر هویه هم که همراشه با کیفیت و تا 500 درجه رو تحمل میکنه. سریشو میبندم تا دارم میبندمش لایک و ساب کن چون اولین ویدیو بلند منه. اگه حمایت نشه خب دیگه ویدیو بلند نمیسازم. نسبت به هویه‌های المنتی خیلی خفن‌تر، خیلی سبک‌تر و خوش‌دست‌تره. اگه میخوای ویدیو مقایسه این دوتا بیاد بیرون حتما تو کامنت‌ها بهم بگو. حواسم کجاست؟ اسمش هم هویه دیمردار 808 که تا 80 واتشه. 80 واتشو گرفتم. یعنی دری سیلیکونیش هم به شدت با کیفیت. میبینی که سوراخ داره. مدل جا خوردنش سر جاش خیلی خفنه، خیلی حس خوبی میده. قسمت اصلی بریم بازش کنیم بزنیم تا برق اصلا ببینیم کار میکنه یا نه. این نیمم سیمشه که خب چیز عادیه دیگه راجع به این نمیتونم چیزی. میزنیم تن برق و دکمه رو نگه میداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید دماشو ببریم بالا. چرا انقدر پایینه؟ چرا تکون میخوره؟ به خاطر سرمایه حواس. اتاق من خیلی سرده. LCDش هم که دیگه 800 تومن پول دادم دیگه. انتظاری بیشتر از این نمیشه داشت. ولی خب ببین چه سریع داره دماش میره بالا. بریم رو 500 درجه. ایول من باید کلی کلیک کنم تا بریم 500 درجه که این چرا اینجوریه؟ بچه‌ها اینجا من مغزم نکشید بیشتر نگه دارم. معذرت میخوام ولی خب اینجا داشتم اینجوری پیش میرفتم دیگه. آیکیوم در همین حد کشید. بعد بیشتر نگران می‌داشتیم تا دما اتومات بره بالا. 500 درجه. جون الان همه چیو میتونم بسوزونم. ایول بریم پایین که 500 درجه اصلا خوب نیست. همیشه باید رو 350 بمونه. اینجا فکر کنم به خاطر سرمایه اتاق منه چون که اصلا گرم نمیکنه و خب دارید میبینید که راحت میتونم بهش انگشت کنم. بریم یه برد معیوب بیاریم برای تست نهایی. کامل داغ شد ولی خب نکته‌ای که متوجه شدم اصلا لوکش قلندود شده نبود و خب رو دمای خیلی پایینی هم گذاشته بودمش. به خاطر همین یه خورده کند عمل کرد ولی خب میتونه تو دمای بالاتر سریعتر عمل کنه. البته کندم نبود. خب بریم قلندودش کنیم با این احیا کننده نوک هویه. با اینکه نوک هویه نوه ولی قلکشی نشده دیگه باید از این استفاده کنم. نمیدونم بریم فرو کنیم داخلش. بچه‌ها لایکو بزنید و حمایت هم کنید. یه خورده صبر میکنیم تا قلندود بشه و خب بوم الان کاملا باید قلندود شده باشه. دوباره بریم روی بور دیگه با دمای 350 درجه قابل قبول شده و خب خیلی راحت داره آب میکنه دیگه. دارید یه سری نکات بهتون اضافه کنم. هیچ وقت هویه‌تون همیشه روی 500 درجه نباشه. فقط برای لحظاتی که کار دارید باشه و وقتی نوک هویه می‌خرید ببینید تا چه دمایی میتونه تحمل کنه. اوکی یه حالت خمیری رو به قلع میده که زیاد مجاب کننده نیست و خب خوب نیست واقعا. بازم میگم که این دمای خودش 350 درجه و من تا 500 درجه ببرمش کل برد حتی میسوزونه. بریم رو 500 درجه تا کره بگیریم از برد. یه کره‌ای بگیرم از این مرد. بچه‌ها شاهکار جدید وقتی میخوام بذارمش رو پایه هویه میخوره به قسمت پلاستیکی دارنده و خب میسوزونتش. عالیه. حتما باید اوریب بذارمش و حواسم بهش باشه اینجوری نمیشه. باید 500 600 تومن بدم پایه هویه مخصوص هویه‌های سرامیکی بگیرم که ولش کن. همونطور که گفتم بریم با 500 درجه کره بگیریم. هیچ وقت بیشتر از 10 دقیقه بهتر روی 500 درجه نباشه چون همه چی رو خراب میکنیم. اوکی بریم یه تست بگیریم با 500 درجه که به همون لحظه درجه داره آبش میکنه. همون مشکل از دما بود. بریم تا از نزدیکم بهتون نشون بدم و لحیم کاری کنیم باش. ببین که عین کره داره آب میکنه دیگه. نیازی نیست من چیزی بگم. نمیخوام بگم که این خیلی حرفه‌ایه ولی خب کارتو واقعا راه میندازه. این متغیر بودنش هم کمک میکنه که همه جا به دردت بخوره. حالا یه دور آزمایشی لحیمم میکنیم که خب یه مقداری من اینجا کورم انگار ولی خب ببین در ثانیه بدون یه ذره صبر میتونه لحیم کاری انجام بده. البته به خاطر دست دیگه خود دست داره تکون میخوره لحیم کاری انجام میده. من چقدر احمقم. میبینید دارم پای آیسی لحیم میدم و خب میبینی که با دقت میشه لحیم داد و به خاطر نوکشه. نوک اینا هم نسبت
نسبت به نوک‌های المنتی خیلی بیشترن و راحت‌تر تعویض میشن که اینم به نفع ماست. حالا که دما رو بردم بالا، آروم آروم نوکش داره شروع میکنه به اکسید شدن و سیاه میشه. اگه دقت کنید که به خاطر اینکه دماش خیلی بالاست، دماشو باید آورد پایین دیگه، پایین استفاده کنید. ببین نمیخوام سرتو درد بیارم ولی باید لایک و ساب کنی. آخ دستم. ماشو میاریم روی همون 350 درجه که آوردم رو 334. چرا اینو آوردم رو 363 که خب اوکیه دیگه، همینجا هم خوبه. اینجا نگاه کن، یه لحظه LCD شنگ میکنه و خب میره رو 500 درجه و با تکرار کردن دکمه میره رو دمای اصلیش. این چی بود من دیدم الان؟ جنس چینیه، بیشتر از اینم نمیشه انتظار داشت. بریم سراغ بقیه کارا. بریم ببینیم روکش سیلیکونیش اون چیزی که میگن هست یا نه. با 2 تا انگشتم میشه نگرش داشت. بریم سراغ خاموش کردنش که دکمه پاور رو نگه می‌داری و خاموش میشه. اول لوکش رو تمیز میکنم، بعد میریم سراغ تست گرفتن بقیه سیلیکونیش که خب تمیزش کنیم. اول چرا تو دوربین تمیز نمیکنم من؟ داستان چیه؟ از اون شاهکاره که بگذاریم دارم تستش میکنم ببینم میسوزونه یا نه، که مثل اینکه واقعا نمیسوزه. جنسش خوبه. آقا بگیریدش. چیزه مازندرانی هم تعجب نکنید. اینجا که دیدم نمیسوزه چند بار دوباره تستش کردم تا خیالم راحت شه، بعد کامل فرو کردم سر جاش. واقعا خوبه چون داره داغ میکنه ولی خب نمیسوزه. چکش کنم. نه نسوخته. دوباره جوریه که نمیسوزه. بابا این نویه مگه داغه واقعا داغه این. پس چرا نمیسوزه؟ چون سیلیکونه دیگه. من چرا دارم میپرسم؟ بریم سراغ جنبندی که بهتون بگم ارزش خرید داره یا نه. خب جنس بدنه میشه گفت قابل قبول. بسته‌بندیش هم بدک نبود. 2 تا بسته‌بندی داره تو کارتون و توی یه همچین باکسی که من اینجوریشو گرفتم. گفتم دیمر داشتن و تنظیم دما این مهمترین بخششه که این بنده خدا داره و خب باعث میشه که تو بتونی تنظیم دما داشته باشی. این واقعا نکته مثبتیه. المنت سرامیکی تقریبا با کیفیت و خب تست گرفتنش هم که دیدید واسهتون تست گرفتم و خب جنسش خوبه دیگه. میشه گفت متوسط. تعمیرکارای حرفه‌ای میشه گفت میخوره ولی خب زیاد روش حساب نباید کرد. هیتر برای یه تعمیرکار انتخاب خیلی بهتری. ما اینو که قلندود کردیم یه چیز سبز ازش زده بیرون. کسی مدونه این چیه؟ اسفنج تمیزش کنم ببینم در میره یا نه، که خب در رفت. خوبه، عالیه. خلاصه اگه میخواین بخرینش بخریدش، جنسش واقعا خوبه. لایک و ساب یادت نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.